به نام خدای ایران و دوله هلن. غمنامه، نوشته جلال لولیایی، گوینده رها. به رسم ادب و احترام تشکر و قدردانی می کنم از تنها وارث هنری و تنها بازمانده هنرمند از نسل ایران و دوله هلن، مردی که در جامعه معلمی انقلابی هنری در شهری مذهبی به پا کرد و استادانه تعادلی هنری مذهبی در شهر ری برقرار نمود. چهره ماندگار شهر ری، استاد علی اصغر قادری پناه. تنها نوه هنرمند ایران و دوله و چهره آشنا در عرصه فرهنگ و هنر که با وجود کسالت و مشکلات جسمانی بنا به وصیت مادر بزرگ مرحومم عاشقانه به جستجوی مزار ایران و دوله پرداخت. مزاری که به گفته اقوام معدوم و نابود شده بود و خانه ابدی مادر بزرگ را در ابن باویه پس از 80 سال پیدا کرد و سنگ مزار را احیا و دین هنری و نسبیش را به ایشان ادا نمود. استاد علی اصغر قادری پناه که رد پایش در عرصه هنر ایران برای همیشه باقی خواهد ماند، خود کتابی است مرجع در هنر ایران زمین. تنشان سلامت و در آرامش باد. من در تاریخ اول مهر ماه 1282 در خانواده اشرافی و هنردوست و البته نیمه مذهبی به دنیا آمدم. پدرم نامم را ایران و مادرم اشرف گذاشت. پدرم آقا سید مهدی خان فرزند امین الدوله اهل تفرش، جواهر فروش و جواهرساز، مادرم بهجت السادات دختر آقا علی خان قاری، یکی از قاریان قرآن در دربار قاجار بودند. عموی بزرگم که بخش اعظم زندگی موسیقیاییم را مدیون او هستم، اهل قلم، خوشنویس و نوازنده چیره دست تار و تنبک بود و پدرم در هنر شاگردی برادر می کرد و برادری به نام سید محمد داشتم که چند سالی از من کوچکتر بود. مادرم از پدرش قرآن را به کمال آموخته بود و صوت و لحن بسیار زیبایی داشت، چنانکه قرآن را با صوت و تحریرهای قرآنی از مادرم آموختم. گاهی با سن کمی که داشتم در مجالس روزه یا ختم انعام که مادرم برگزار می کرد، بعد از ایشان قرآن را با صوت می خواندم و بقیه برایم صلوات می فرستادند. پدرم اما علاقه زیادی به موسیقی و هنر داشت. مادرم مرا اشرف صدا می زد، پدرم ایران و عموی مهربانم اشرف ایران. زندگیم شیرین اما پر از فراز و نشیب و مرگم تلخ و دردناک بود. بسیار سفر کردم. در فرانسه درس موسیقی خواندم و پس از بازگشتم به ایران در محضر اساتیدی چون موسی خان، وزیری و درویش خان زانوی تلمذ زدم و از عارف قزوینی بسیار آموختم و در محضر دراویش بزرگ مشق عرفان کردم و سپس به عنوان اولین بانوی آموزش دهنده ردیف موسیقی ایرانی به فعالیت پرداختم.
تار و پیانو را به کمال می نواختم و به مشتاقان می آموختم. به زبانهای فرانسه و عربی و روسی کاملا تسلط داشتم. انگلیسی و آلمانی را هم تقریبا می دانستم. به هند، سوئیس، فرانسه، ایتالیا، مصر و روسیه سفر کردم و در آن کشورها خاطراتی زیبا با بزرگانی چون جبران خلیل جبران، ماکسیم گورکی، پل الوار، روزموند ژرار و ماری نوئل ساختم. در عمارت پدریم که بعد از ایشان به من به ارث رسید، شخصیت‌های ادبی، هنری و سیاسی زیادی در رفت آمد بودند. دوستان نزدیکم ابوالحسن خان صباح، یحیی خان زرین پنجه، قمرالملوک وزیری، ملوک زرابی، روحانگیز و پروین، صادق هدایت، سیمین دانشور، جلال آل احمد، رهی معیری و نیما یوشیج بودند. آقایان کسروی و محمد علی فروغی که استاد ادبیات و تاریخ من بودند، بسیار به عمارت رفت آمد می کردند. به خواست رضاخان و البته به اجبار 40 صفحه آواز در فرنگ و ایران پر کردم و از آنجایی که یک پرخاش هنری به او بدهکار بودم، هر دو بخش ترانه مرغ سحر را برای اولین بار و در دربار و در حضور رضاخان اجرا کردم. من هرگز ازدواج نکردم، اما برادرم آقا سید محمد 2 بار ازدواج کرد که احترام و سادات دختر برادرم از همسر اولش بعد از فوت پدر و مادرم همه کس و همه زندگی من شد. دختر چشم آبی و اولین نوه آقا سید مهدی خان که تمام آنچه از میراث فرهنگی، هنری و عرفانی اجدادم به من به ارث رسیده بود در وجود او ریختم. اما خیلی زود آرزوهایم را از من گرفتند و به زندگیم پایان دادند. در اوج جوانی دهانم را بستند و صدایم را خاموش کردند و آرزوهایم را همراه با جسم خستم تنها و بی سر و صدا به خاک سپردند. متن فوق بیانی کلی در معرفی اولیه بانو ایران و دوله هلن بود. بانوی قدرتمند، متفکر و هنرمند. بانویی که بیش از 100 سال در سکوتی عارفانه در انتظار بازگو کردن حقایق زندگی پاک و عاشقانه‌اش نشست. بانوی بزرگ که چون شب‌های کویر آرام بود و چون دریا زلال. آنقدر که زبان از وصف وجودش عاجز و کلمات در توصیفش ناقصند. بانویی از نسل مردی عارف به نام آقا بزرگ که همچنان بارگاهش در تفرش آرام بخش دلهای زائران است. پدرش آقا سید مهدی خان مشروطه خواه و یکی از بزرگترین مترجمین دربار وقت بود. عارف، آزاداندیش و در خور ستایش. مردی که بانو ایران و دوله تمام مدارج و افتخارات هنریش را مدیون او می‌دانست. بانویی از نسل مستوفی الممالک
که سمت وزارت پیشنهادی از جانب رضاخان را رد کرد، چرا که قصد داشت زندگی هنری عرفانیش را وقف فرزند برادرش و به عبارتی دختر خوانده‌اش احترام و سادات کند. وصف این بانوی عاشق کار واژه‌های لاله‌من نیست. داستان زندگی بانو ایران‌الدوله هلن که بنده بر جان کاغذ نشاندم تلخ و شیرین و عاشقانه بود. زندگی عاشقانه‌ای که شاید آرزوی هر انسانی است. اما متاسفانه پس از پخش تبلیغات انتشار داستان این بانوی هنرمند، به خواست تنها خواهر ناتنی مادر بزرگ مرحومم و به دلیل بیان برخی حرفها و صحبتهای تهدیدآمیز از جانب ایشان، انتشار فایل صوتی کتاب آواز اشرف ایران‌الدوله هلن را به ناچار متوقف خواهم کرد. صدای بانو ایران‌الدوله را میشنوم که میگوید: جلالم، من فرزند ایران بودم و هستم. از جانب من به فرزندان ایران بگو شرمنده ام که باید همچنان در مسلخ سکوت بمانم. شرمنده ام که عاشقانه زیستم. شرمنده ام که هنرمند شدم و شرمنده ام که ناچارم مشتاقان و عاشقان هنر و موسیقی را همچنان در بیخبری از یک نام گم شده در تاریخ موسیقی ایران قرار دهم، چرا که حقیقت همیشه تلخ بوده و هست. اما صدا هرگز خاموش نمی شود، حتی اگر هزاران سال بگذرد. میگویم بانو، مرا ببخشید که آنقدر شجاع نبودم تا بتوانم برای بیان حقایق زندگیت ایستادگی کنم. بانو، مرا ببخش. بانو.